بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد به نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما و بینندگان عزیز خواهم بود. خواهش بکنم. طبق روال معمول بینندگان عزیز از طریق برنامه از طریق سوالایی که از SMS فرستادین آغاز میکنیم و بعد از آن انشالله سوال شماره تماس زیرنویس خواهد شد و لطف کنید سوالاتون آماده داشته باشین و مختصر و همچنین وقت تماس گرفتین از طریق تلفن به صحبتتون ادامه باشین، منتظر نباشین صداتون رو از تلویزیون بشنوین. جناب مولانا بیننده پرسیدن که آیا می شود با دختر عمه دست داد و آیا دختر عمه می تواند صورت خود را نپوشاند جلو پسر دایی؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. از نظر شرعی دختر عمه و دختر خاله محرم نیستند، یعنی ازدواج با آنها از نظر شرعی جایز و حلال هست، می توانند با هم دیگر ازدواج بکنند، یعنی این که محرم شرعی یکدیگر قرار نمی گیرند. پس بنابراین احکام نامحرم کاملا بر دختر دایی، دختر عمو و دختر خاله در واقع اجرا می شود. خلوت کردن در یک جای، نشستن به صورت تنهایی در یک اتاق منزل براشون جایز نیست و دست دادن جایز نیست و همچنین باید همان گونه که از فرد نامحرم روی خود را می پوشانند از این افراد هم باید رو بپوشانند. از پسر دایی، پسر خاله، پسر عمه، تمام اینها جزء افراد نامحرم هستند و دختر باید روی خود را بپوشاند. جزاکم الله خیر. بیان دیگری پرسیدن که استفاده از عطر الکلدار در حالت روزه آیا روزه را باطل میکنه؟ استفاده کردن از هر نوع عطری که باشه، عطری که عطری که در واقع دود میشوند مانند بخور یا بقیه انواعش و همچنین عطرهایی که بدون الکل هستند یا عطرهایی که به صورت اسپری هستند و الکل در اونها استفاده شده، در تمامی این موارد استفاده کردن از اینها از نظر شرعی اشکالی ندارد. حتی در ماه مبارک رمضان و در حالت روزه مباح است و شکننده روزه نیستند، ولو اینکه از الکل در اونها استفاده شده باشد. و چیزی که در مورد الکل حرام هست که نشه آور هست خوردن آن هست، یعنی از نظر شرعی جزء مشروبات مثلا الکلی و خود الکل از نظر شرعی حرام هستند، مست کننده هستند، اما استفاده های دیگرش از نظر شرعی جایز هست، یعنی به عنوان نگهدارنده یک عطری یا مواد غذایی اگر استفاده بشود یا برای ضد عفونی و مصارف پزشکی استفاده بشود از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی و گناهی در این زمینه نیست و کاملا جایز هست. درست. جزاکم الله خیر. من از اتاق فرمانم خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز رو زیرنویس بکنن و بینندگانم که میخوان تماس بگیرن لطفاً سوالاتون رو به صورت مختصر داشته باشید و همچنین از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین. بیننده بعدی گفتن که کارگر هستم، نمیتوانم به نماز جمعه بروم چون صاحب کار اجازه نمیده و میگه وقت کار است، منم مجبورم اینجا باید کار کنم، حکمش چیه؟ اگر ایشون مجبور هستند که کار بکند یا مثلا در یک جایی کشیک هستند، نوبت کاریشون هست، نگهبان یک جایی هستند و اگر که برای نماز جمعه بروند مجبور هستند چندی ساعت بروند برگردند یا به هر صورت صاحب کارش اجازه نمیدهند،
تا جایی که ممکن هست ایشون باید سعی بکند که صاحب کار را قناعت بدهد که ایشون مثلا به جای این 1 ساعتی که برای نماز میرود 1 ساعت دیگر اضافه کار بکند یا زودتر سر کار برود تا اینکه وقت نماز جمعه بتواند که به مسجد برود. اما اگر هیچ راهی نبود و هیچ کسی دیگر نبود که به جای ایشان مثلا بماند و شرکت یا کاری بود که نمیشد که رهایش بکند و مسئول هست، پس در این صورت الله تعالی مؤاخذه نمی کنند و ایشون به جای نماز جمعه نماز ظهر را در محل کار خودشون بخونند. جزاکم الله خیر. صدقه فطر چقدر است که باید پرداخت بشه؟ صدقه فطر مقدارش رو رسول الله صلی الله علیه و سلم 1 صاع مشخص کردن. 1 صاع مقدار صدقه فطر هست و 1 صاع تقریبا حدود 3 کیلوگرم هست. یعنی بحث احتیاطیش رو بگیریم بیشتر از 3 کیلو نمیشه. این 3 کیلو بعضی هم گفتن 2 کیلو 400 گرم، 2 کیلو 700 گرم، اما احتیاطی اگر 3 کیلو بدهند که از خلاف کلن خارج میشوند. در مقابل هر نفر و تمامی افراد خانواده باید 3 کیلو از غذایی که معمولا استفاده می کنند، اگر بیشتر از نان استفاده می کنند همون 3 کیلو گندم بدهند، اگر از برنج استفاده می کنند میتونند برنج بدهند یا از حبوبات دیگر، لوبیا، کشمش، نخود یا هر چیزی دیگر از موارد دیگر اقلام غذایی که هستند میتوانند اگر در خانه دارند خود این اقلام غذایی رو هم میتوانند بدهند و در صورتی که فقیر قبول نمی کند یا نیازی ندارد یا اینکه پول برایش مناسب تر هست میتوانند قیمت این اقلام رو به فقیر بدهند. یعنی برای در ازای هر نفری از افراد خانواده معادل 3 کیلوگرم گندم یا برنج یا اقلام غذایی دیگر را به یک فقیر باید بدهند. جزاکم الله خیر. تماس بینندگانم وصله. اول بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. یعنی گرامی صدای شما وصله، فکر کنم بلندتر صحبت کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام خدمت شما، خدمت مولانا عبدالقدوس دیقان. خوب هستین شما؟ سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. چند تا سوال داشتم. یه سوال ما اینه که من خودم افغانم، به تهران زندگی میکنیم. بعد افطار که مثلا ایران اذان میده تا افطار جای دیگه خیلی فرق میکنه. این چند هفته پیش هم یکی سوال کرد، یه به جای آقای عبدالقدوس دیقان یکی دیگه بود. بله ما تو ایرانیم، چون ایران خیلی به تأخیر اذان میدم ظاهرا. خود در چه شهری هستین؟ در چه شهری هستین؟ در تهران هستین یا شهر دیگه؟ تهرانیم. خب ما تو تهرانیم. بعد یکی از اون عالما میگفتن که آقا شما زردی آفتاب تو تهران به این بزرگی اصلا این همه ساختمان زردی آفتاب ما نمیتونیم ببینیم. بعد تو مثلا ما 190 دور میگیریم بگه غروب آفتاب، میگم 10 دقیقه از اون بگذرونیم افطار کنیم، مثلا میشه ساعت 8:32 دقیقه. اگه اینو ما یه توضیح بدم آقای عبدالقدوس دیقان. این یه سوال دیگه منم اینه که یه زمانی میگفتم که زن صورتشو مشخص بشه یا دست و پایشو نامرم ببینه اشکال نداره، ولی الان میگم بیشتر این جا هم باید پوشیده باشه، فقط چشماشو کسی ببینه، هیچ جاشو نبینه. اینو میخواستم توضیح بدم. بعد سوال بعدی من اینه که این نماز وتر رو ما تو افغانستان یه سری عالما میگفتن که نماز وتر رو موقعی که شما میخونید 2 رکعت میخونی میشینی بعد یاد بلند میشی، بعد حتما باید قل الله شریف رو با رکعت سوم بخونی، دستاتون رو ببری تو گوشاتون و این کار نکنی نماز درستی نمیبینی. واقعا اینجوریه؟ یعنی حتما باید آدم بعضیش میگم الان مثلا نشینی به اتحیات، مثلا سرکتو که 2 سرکتو با هم میتونید بخونیم، بعدش هم دستم گوشان نره اشکال نداره. اینو میخواستم توضیح بدم. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. تشکر از برنامه خوبتون. درست، تشکر از شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ، بفرمایید. الو، بفرمایید برادر گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. الو، صدای شما وصله، لطفاً سوال شریعتون بفرمایید. سلام علیکم. ببخشید سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. زکات برای حبا مادر بزرگ دادم درسته یا نه؟
زکات به مادر بزرگ میدین؟ بله. سال دیگه هم دارین؟ میشه. بله دونه غیر هم داریم. مادر زن بابا آدم محرم آدم یا نه؟ زن بابا بله. سال بعدی؟ دیگه تکمیل بده. اگه ندارین راحت باشید. سال بعدی بفرمایید. زکات زن بابا درسته یا نه؟ تشکر از شما. انشاءالله پاسخ دریافت میکنیم. خدا نگهدارتون. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو بفرمایید. صدای شما وصله. لطفا سوال شهریتون. سلام ببخشید. علیکم السلام. در خدمت شما هستیم. علیکم السلام. خوبه؟ صدای یکی بلندتر صحبت بکنید و سوالتون ادامه بدین. سوال شهریتون رو بفرمایید. ببخشید چیز من یه داداش داشتم که تقریبا 20 سالش اینا بود. این کار میکرد، کارگر بود. یه شیشه یافته بود. اون شیشه رو بعدش توش یه چیز مثلا توش آب بود. یعنی آب بود. اونو بود با سرخانه میکنه بعد اونو خوردم. بخشید صداتون پایینه. دوباره بپرسین. پست کردم. خواهر گرامی صداتون یکمی پایینه. از نو بپرسین سوالتون رو. بله. چیزی من یه داداش داشتم خب بله. 20 سالش بود تقریبا. این کارگر بود، کار میکرد، کارگر ساختمون. و این شیشه یافت. اون شیشه مثلا یه چیزی مانند آب بود، سفید رنگ بود. و اینو بردش تو اتاق پسرخالم اینا 3 نفر بودن. اینو خوردن. بعد 20 دقیقه مثلا هر 3 نفرشون فوت کرد، از دنیا رفتن. الان مامانم میگه که مثلا اون 2 نفر دیگه که مثلا داداشم این شیشه رو برده خوردن، اونو مثلا خونه اونام بگردن داداشمه یا نه؟ مثلا خونه اونا بگردن داداشم نیست. درست. سوال دیگه هم دارین؟ بله بله. یه چیز بگم که بله بعد این چیزه، یعنی مثلا داداشم الان اینجوری مثلا از دنیا رفته، یعنی الان مثلا دوزخیه، بهشتیه، تکلیفش چیه؟ اینو میخواستم ببینم. درست. تشکر از شما. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. سلامت باشین. تماس بیانه بعدی بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. سلام. سال حق. به سال حق و لطفاً سوال شهریتون. الو. بیننده گرامی از طریق گوشی تلفن به سوالتون ادامه بدین. سوال چه طریق تلفن؟ بفرمایید سوالتون. سوال چه طریق تلفن؟ خب صحبت بکنید. من گفتم از طریق تلفن، گفتین بله و بعد دارید به تلویزیون گوش میکنید. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. بفرمایید. صدای شما وصله و لطفاً صحبت کنید. گفتم میدنگ ناخون میزنن، لاک میزنن، دست زنا رو نمازشون میشه یا نه؟ سوال بعدیتون؟ الو. سوال بعدی ما اینه که یک بیادر که زیاد کار کنه بعدش هم دوباره بره تقسیم کنه برای بیادرهای دیگه بخوابه، حق قضا میشه؟ کار کنن بعد چی کار کنن؟ یعنی یک بیادر کار کنه، هر چی کار کنه روان کنه برای دیگه بیادر 6 بیادر دیگه بخوابه کار نکنه، پولای زیر بگیره آخرم یه چیز بمونه پیش از اونم باید بده به اون بیادرها یا نه؟ سوال دیگه دارین؟ نه دستون در نکنه. زنده باشه. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. ببخشید یکی سوال داشتم. میخواستم یکی ماشین ثبت نام کنم. بله. میخواستم یکی ماشین ثبت نام کنم تو کارخونه ایران خودرو. درست. میگه حالا میخوام مثلا بعدش ماشین که در اومد مثلا اگه گرون شده بود یا ارزون شده بود مثلا مال خودمه، آیا مشکلی داره یا نه؟
یعنی به صورت قسطی میخواین بخرین یا فقط اسم نویسین؟ نه قسطی نه، ثبت نام. خب آره پول ثبت نام. ماشین مثلا درسته پول نقد پرداخت میکنین یا اصلا پول پرداخت نمیکنین فقط ثبت نامه؟ آره پول نقد. همش اول میگیرن ماشین مثلا یه ماه 2 ماه دیگه مثلا تا ماشین در میاد. یه ماه تو میکشه یا 2 ماه. درست. مثلا بعدش هم اگر ماشین مثلا نرخش اومده و پایین هم مال منه، اگه زیاد هم شده بود مثلا مال منه. درست. در هر صورت اینو میخواستم ببینم مشکل داره یا نه. درست. تشکر از شما. دست شما در. سلام باشه. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همین در چی هلال ماهی که رسول اکرم در کتاب صحیح بخاری حدیث دیدم رسول اکرم گفتن که شما بگیرید بعد درباره همین هلال ماه رسول اکرم صلی الله علیه و آله که در کتاب صحیح بخاری حدیث دیدم رسول اکرم گفتن که هلال ماه کنید ما فهمیدم که هلال ماه از طرف مشرق میره در طرف مغرب. هلال ما از طرف مشرق میاد یا از طرف مغرب؟ بله اما چیزی ما یعنی من اول سوالتون نمیفهم. رسول الله چی گفتن درباره هلال ما؟ چه فرمودن؟ رسول اکرم صلی الله علیه و گفتن که هلال ما دیگه روزه گیره. درست. یعنی با هلال ما روزه بگیریم و با هلال ما هم افطار بکنید. هلال ما دیگر روزه است. هلال ما در آخر ماه شریف رمضان بود. هلال ما دیگر عید کنید. اما هلال ما فهمیدن ممکنه که من مرکزان است. شیخ چیزی می‌فهمیدین؟ والا سوال نمی‌فهمم درست. یعنی سوالتون چیه؟ یعنی می‌فهمین که رسول الله گفته با هلال ما روزه بکنید و با هلال ما هم افطار بکنید. حالا آیه هلال ما در آخر ماه رمضان چی؟ چون صدا خیلی قطع وصل داره میشه. در همون مسئله در مسئله برادرجان در مسئله روزه گرفتن بعد عید کردن. اگه فهمیده میتونیم که 29 روز درست. کدام تاریخ با کدام راه روش فهمید. تشکر از شما. اشاره پاسخ دریافت میکنم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. شبکه وصال حق. بله شبکه وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ. سوال شهریتون لطفا. بفرمایید صحبت کنید. من تشکر میکنم بیننده گرامی. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام خسته نباشید. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. آقا یک سوال داشتم. می‌خواستم سوال پاسخ بگیم. بفرمایید. در خدمت شما هستیم. آقا ما یه خود پول به بانک داریم. میخوام اینو حالا ببینم که سود اینا یعنی زکات اینا یعنی بدیم ندیم چی رقمی حلال حرام چی رقمه پول سوده. درست. یعنی پول تو بانک دارین که سود هم میگیرن از این پول. آیا این زکات داره یا نه؟ سوال بعدیتون؟ این پول سود میاد رویش میخوام زکات بدیم. زکات یعنی بدیم اگه میکنه و گردن بدیم اگه میکنه. درست. سوال واضح است. سوال دیگه دارین؟ آقا دست در نکنه. خیلی ممنون. خداحافظ. سلامت باشین. خدا نگهدارتون. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سوال شهریتون؟ آقای قاضی. الو. صدای شما وصله برادر گرامی. لطف کنید از طریق گوشی به صحبتتون ادامه بدین. الو. من تشکر میکنم بیننده گرامی. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام. سلام و رحمت الله. در خدمت شما. نباشید. سلامت باشین. ببخشید خانومم روزه داشته آدانس جایده ولی آبشو خود نداده، نمیدونید اندازه 1 دقیقه 2 دقیقه بعد آبش هم توف کرده. گفتم روزهشون باطل شده یا نه ببینم. روزه داشته آب خورده یعنی قبل از اذان؟ آب نخورده نه آدانس جایده. آدانس جایده آبشو خود نداده، توف کرده. درست. بله. نمیدونید آدانس جایده آبشو خود نداده، توف کرده. بعدم گفتم ببینم روزهشون باطل شده یا نه. این فکر میکرده که اذان گفته و آدانس جایده، بعدا متوجه شد که اذان هنوز نگفته بوده. نه اصلا میدونسته که اذان نداده ولی آدانس جایده نمیدونسته که روزهشون باطل میشه. نفهمیده که روزه با آدانس باطل. بسیار درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه فقط همین میخواستم بدونم. باشه انشالله پاسخ دریافت میکنید. تشکر از شما. سلام علیکم. برای پرسش و پاسخ بفرمایید. نه. بیننده گرامی تماس شما وصل بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. الو. در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. دوستان یک سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. سوال من اینه که من همراه یک دختر با تلفن گپ میزنم اما نامزاد نیستم، میخوام نامزاد شوم، اشکالی نداره؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر. زنده باشید. تشکر از شما. آخرین تماس بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید بیننده گرامی. الو. در خدمت شما هستیم. علیکم سلام. ببخشید من چند دفعه تو خانه با شوهرم قسم خوردم این کارا نکن. علیکم سلام. اگر صدای تلویزیون رو کم بکنید فقط با گوشی صحبت بکنید خیلی متشکر میشم. در خانه با شوهرتون؟ چند قسم توبه نسو خوردم شوهرم از کس این کار کرده. یعنی شما قسم خوردین که شوهرتون قصدن این کارو کرده؟ من با شما قسم خوردم که این کارا نکن، اون کارا کرده. من قسم توبه نسو خوردم. قسم خورده این کار نکن، شوهرم این کارو کرده. آره درست. آره. حالا کفارش چی میشه؟ سوال دیگه هم دارین؟ الو. بفرمایید. الو. صدای شما وصله بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. آره یه سوال دیگه دارم. بفرمایید. الو. صدا میاد؟ صدا میاد، فقط صدای تلویزیون رو کم بکنید. ببخشید آیا توبه نسو چه سوگندی است؟ توبه نسو. توبه نسو آره. درست. سوال دیگه هم دارین؟ الو. توبه نسو دوبارش انشالله توضیح میدیم. تشکر از شما. بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه ببینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشین. رمضان رفت و هنوز اما اسیر قفسیم، رمضان رفته و پابند هوا و هوسیم، رمضان رفت و هنوز اما اسیر قفسیم، رمضان رفته و پابند هوا و هوسیم. ترسم ای دوست که با این همه آفات و گناه
دست آخر به سر منزل مقصود نرسید. رمضان رفته و ما مانده هنوز، غافل از لطف خدا محو تماشای خسیم. رمضان رفته و ما مانده هنوز، غافل از لطف خدا محو تماشای خسیم. دل به این دایره دادن نه صلاح است که ما همه آویزه یک تار ظریف نفسی. رمضان آمده با بوی فرح بخش بهشت، رمضان آمده با یاد توان بخش بهشت، رمضان آمده با بوی فرح بخش بهشت، رمضان آمده با یاد توان بخش بهشت. هدیه صاحب املاک سماوات و زمین، رمضان ماه کریم، ماه عزیز، ماه عزیز. بیا با خوبان باش بر سفره قرآن، با میوه ایمان نوش از دل و جان. سرت رو بالا بگیر چون که مسلمانی، در دنیا میهمانی. فرزند قرآن، فرزند قرآن. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده در مورد این قضیه افطاری که در تهران هست وقت اذان مغرب باز سوال داشتن که چه کار کنم نسبت به چیزی که در اونجا هست و چیزی که در کانال ها پخش میشه اذان. ایشون هم گفتند که وقتی که اوقات شهری تهران را استفسار میکنند و از تلفنی که در این زمینه هست، تلفن گویا 192، گفتند که 8:32 میگن که وقت غروب هست و معیار در شریعت اسلامی برای افطار
غروب هست، یعنی به محض غروب آفتاب شما می توانید که در واقع افطار بکنید، روزه خودتون رو بشکنید و منتظر نباشید تا زمانی که شیعه اذان بدهد. و معمولا اذان شیعه که برای نماز مغرب و عشا گفته می شود ربع ساعت تا 20 دقیقه تأخیر داره و معیار همون وقت غروب هست، همون وقتی که در تقویم شرعی و اوقات شرعی تهران نوشته که غروب آفتاب ساعت 8:32 یا 33 دقیقه هست. این دقیقاً وقت افطار هست و اذانی که ما هم در نظر گرفتیم 1-2 دقیقه با غروب تهران هم یعنی تفاوت داره، یعنی دیرتر هست، یعنی به تعبیر دیگر وقت احتیاطی رو در نظر گرفتیم، یعنی 2 دقیقه بعد از این وقت شرعی در تهران، یعنی که تفاوت که هر روزی یعنی 8:31 32 33 2 دقیقه بعد از این در واقع در شبکه اذان گفته می شود و ایشون می توانند که هم با اذان شبکه وصال حق افطار بکنند یا هم با اون اوقات شرعی که تلویزیون هم که نداشته باشند، همون اوقات شرعی که در شهر تهران هست و از طریق تلفن گویای 192 دریافت می کنند، از نظر شرعی می توانند که افطار بکنند. جزاکم الله خیر. آیا صورت و دست و پای زن اگر بیرون باشه اشکال داره یا نه، یعنی عورت هست یا نه؟ نظر جمهور فقهای اهل سنت و الجماعت و فتوای 4 مذهب اهل سنت و الجماعت بر این است که پوشیدن صورت برای زنان در حالت فتنه واجب هست، یعنی باید صورت خودشون رو بپوشونن. در این زمینه آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم واضح و شفاف هست. الله متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید در سوره احزاب: یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، که جلابیب خودشون را، جلباب یعنی چادرهای خودشون رو بر سر خودشون فرو بیاندازند. و وقتی که تفسیر این آیه رو از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی پرسیدند که یدنین علیهن من جلابیبهن، فرمودند که این تفسیر این آیه این هست و ایشون عملا نشون دادن چادری رو که همراهشون بود بر روی سر خودشون انداختن و این چادر رو پایین کشیدن و فقط یک چشمشو بیرون کردن، یعنی بیرون آوردن برای دیدن. این تفسیر حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه است و اضافه بر این در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها حتی در سفر حج با اینکه روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه اومده، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میگویند در صحیح بخاری اومده که لا تنتخب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازین، زنی که در حالت احرام هست نقاب نزند و دستکش دست نکند. با وجود این حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگن وقتی ما در سفر حج بودیم، زمانی که کاروان از کنار ما عبور میکرد یا یک دسته از مردم از کنار ما عبور میکردن، ما چادر رو بر سر خودمون میانداختیم. یعنی معلوم میشود که این حکم حجاب یک حکم اصلی بوده و در اون زمان بوده و مورد اتفاق هر 4 مذهب از مذاهب اهل سنت و جماعت است. جزاکم الله خیر. بنابراین روش درست و واضح‌تر نماز وتر می‌خواستم که چه؟ نماز وتر رسول الله صلی الله علیه و سلم با کیفیت‌های مختلفی برای ما بیان فرمودند و حداقلش 1 رکعت هست. ما در یعنی دایره مذاهب اهل سنت و الجماعت هم 1 رکعت وتر جایز هست، هم 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت، 11 رکعت، تمام اینها از نظر شرعی جایز هست و هیچ گونه اشکال شرعی رو نداره. الان اگر در یکی از مذاهب یک صورتی رو پسندیدند و عموما هر 4 مذهب اهل سنت و الجماعت اولویت رو با 3 رکعت میدونن، یعنی از 1 رکعت یا از 5 رکعت، 7 رکعت و بیشتر همون 3 رکعت رو، یعنی عمل بر همین 3 رکعت هست. تفاوتی که در این زمینه وجود دارد این است که در مذهب امام شافعی و امام احمد بن حنبل رحمت الله علیهم و جمهور اهل سنت و الجماعت 3 رکعت رو یا با 2 سلام میخونند و اگر با 1 سلام بخونند 1 سلام و 1 تحیات هست. در نزد جمهور اهل سنت و الجماعت هست. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نظر فقهای مذهب بر این است که 3 رکعت هست و مانند نماز مغرب خونده می شود، به دلیل روایتی که در این زمینه هست که نماز مغرب وتر نهار هست و وتر شب رو هم قیاس کردن بر وتر روز و دقیقاً به همین صورت می خونن که 3 رکعت با 2 تحیات و 1 سلام می خونن در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه.
و من بارها عرض کردم که نظر ما بر این است که 3 رکعت با 2 سلام اولویت دارد، بنابر روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها یا روایتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده که ایشون فرمودند صلات اللیل مثنی مثنی فاذا خاف احدکم الصبح فلیوتر برکعت، که 1 رکعت رو اضافه بکنه، 1 رکعت دیگه بخونه که میشوند این وتر میکنند. یوتر له ما قد صلی، نمازایی رو قبلا خونده اینا رو به اصطلاح وتر میکنند. این نزد ما اولاتر هست که 3 رکعت رو با 2 سلام بخونند، یعنی 2 رکعت بخونند سلام بدن بعدش 1 رکعت بخونند، یا 3 رکعت رو با 1 سلام و 1 تحیات بخونند. این بنابر روایتی که در این زمین اومده راجح است. اما اگر یک حنفی بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل بکند هیچ گونه اشکالی نداره. اگر از یک عالم حنفی پرسیدند و گفتند که روش به اصطلاح نماز وتر این گونه هست که معمولا در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 3 رکعت میخونند و در رکعت سوم قبل از رکوع قنوت قبل از رکوع میخونند. تفاوتی نداره، قنوت قبل از رکوع و بعد از رکوع هر دو جایز هست، یعنی هیچ گونه تفاوتی نداره که قنوت رو قبل از رکوع بخونند یا بعد از رکوع بخونند. و تکبیر میگویند، یعنی قبل از اینکه به رکوع بروند میگن الله اکبر، دست‌ها رو بلند میکنند، دوباره دست‌ها رو میبندند و قنوت میخونند. این هم از نظر شرعی اشکالی نداره، تضادی ندارد با به اصطلاح نمازی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگامی که از یک رکنی از یک حالتی به حالت دیگر منتقل میشدند الله اکبر میگفتند. این هم از نظر شرعی اشکالی نداره و خواندن قنوت قبل از رکوع باز هم اشکال شرعی نداره. اما گفتیم که بنابر روایاتی که در این زمین آمده قنوتی که وتری که به صورت 3 رکعت با 2 سلام خونده میشه یا 3 رکعت با 1 سلام و 1 تحیات خونده میشه اولاتر و بهتر هست. گرچه وتر بنابر مذهب امام ابو حنیفه اگر کسی از مخلدین مذهب امام ابو حنیفه به فتوای یک عالمی اون گونه هم عمل کرد از نظر شرعی اشکالی ندارد، اما با توجه به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این روش صحیح‌تر و بهتر است. خیر. آیا زکات به مادر بزرگ میرسد؟ نه، زکات دادن به مادر بزرگ از نظر شرعی درست نیست، زیرا که بنابر قاعده‌ای که کسانی که از نظر شرعی کفالتشون و خرج و هزینه زندگیشون بر انسان لازم هست زکات دادن به اون جایز نیست. اگر پدر فقیر باشد یا مادر فقیر باشد یا مادر بزرگ فقیر باشد از نظر شرعی یا پدر بزرگ از نظر شرعی بر این نوع لازم هست که خرج پدر و مادرش رو هم و پدر بزرگ و مادر بزرگش رو هم پرداخت بکنند. پس بنابراین دادن زکات به پدر بزرگ و مادر بزرگ از نظر شرعی درست نیست. به تعبیر دیگر دادن زکات به اصول و فروع جایز نیست. اصول یعنی پدر و پدر بزرگ، مادر و مادر بزرگ، فروع یعنی فرزند و نوه تا اینکه تا آخر. زکات دادن در اصل به این افراد از نظر شرعی درست نیست و باید از خرج دیگری، مخارج دیگری و از بقیه مال خودش باید هزینه زندگی این افراد رو تامین بکنه. تشکر از شما. آیا زن بابا محرم است و دادن زکات به زن بابا چه؟ بله، زن به اصطلاح پدر از نظر شرعی محرم شمرده می شود. حکمش دقیقاً حکم مادر هست، هم در زمان وجود پدر و هم بعد از وفات پدر. این در واقع جزء محارم شمرده می شود و ازدواج با اون حرام نیست و اگر کسی رو نداشته باشد نفقهش بر فرزندان لازم هست و بنابراین زکات دادن به اون هم درست نیست. زکات دادن به زن پدر در صورتی که تحت تکفل این فرد باشند از نظر شرعی هم درست نیست و در صورتی که جدا زندگی می کند یا پدرشون فوت کرده باشه و فقیر هستند و در اون صورت شاید بتوانید که مثلا به زن پدر در واقع زکات بدیم. اما در صورتی که پدر زنده هست و پدر فقیر هست هم باید خرج پدر رو بده و هم خرج خانمش رو که طبعا در واقع از خرج و هزینه زندگی پدر حساب می شوند. اینها رو باید از اموال دیگرش غیر از زکات پرداخت بکنن. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که برادرشون 20 ساله بودن و با چند نفر تو اتاق بودن، یک شیشه‌ای که پر از چیزی مثل آب بود و بردن توش اونجا و خوردن و فوت کردن هر 3 نفرشون. آیا
خون این کسانی که همراه برادرشان مردن به گردن برادرشون هست یا نه؟ به هیچ عنوان برگردن برادریشون نیست. هر گناهی بوده که هر سه نفرشون مرتکب شدن، اجباری در این زمینه نبوده. اگر کسی مشروبی یا یک مواد سمی دیگری رو به زور در حلق کسی فرو ریخته باشد که منجر به مرگش بشود، در اون صورت قتل عمد حساب می شود. اما در غیر این صورت اگر کسی چند نفری با هم دیگر رفتن برای گناهی بوده که انجام دادن و به رضایت خودشون انجام دادن، گناه هر کسی برگردن خودش هست. آیا کسی که در حال گناه مرده میشه که بهشتی یا جهنمی گردد؟ کسی که در حال گناه مرده، این در واقع یک از علامت‌های سوء خاتمه هست. در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره. همان گونه که وفات کردن در حالت عبادت و بندگی الله متعال جزو نشانه‌های حسن خاتمه هست. در هنگام گناه مردن در واقع نشانه‌های سوء خاتمه هست و در روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده که انسان بر آن چیزی که بمیرد، بر اون حالتی که بمیرد، بر همان حالت برانگیخته می‌شود. در موردی که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که در حالت احرام بودند، ایشون از دنیا رفتند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ایشون رو در واقع سرشون رو نپوشانید و بهش عطر نزنید، که و رسول الله صلی الله علیه و سلم این فرموده خودشون این گونه توجیه کردند که فانه یبعث ملبیا، که این فرد در حالت تلبیه برانگیخته می شود. این بر همین حالتی که فوت کرده، بر همین حالت در روز قیامت الله تعالی اون را در واقع دوباره زنده می کند. این یک از علامت‌های حسن خاتمه هست و در هنگام گناه مردن یک از علامت‌های سوء خاتمه هست. اما از دیدگاه اهل سنت و الجماعت تمامی گناهان در دایره عفو و رحمت الله متعال هستند. این گونه نیست که اگر یک انسانی رو ما در حالت گناه دیدیم که در حالت گناه از دنیا رفت، ما بگیم که این حتما جهنمی هست و در جهنم برای همیشه میماند. هیچ مسلمانی اهل توحید برای همیشه در آتش جهنم نمیماند و آن کسانی که گناهی رو انجام دادند به اندازه گناهشون مجازات میشوند، عذاب میبینند و نهایتا وارد بهشت میشوند. و چه بسا که الله متعال بنابر رحمت خودش، بنابر شفاعت کسی دیگری و بنابر اعمال خیری که خود این فرد داشته که اضافه بر این گناهش بوده، کلا گناه او را ببخشد و او را مستقیما وارد بهشت بکند. این که کسی در حالت گناه مرده، ما اجازه نداریم که بگیم فلانی جهنمی هست یا فلانی بهشتی هست. عقیده اهل سنت و الجماعت که امام طحاوی رحمت الله علیه اینو بیان کرده این است که ما هیچ کسی رو وارد بهشت یا جهنم نمی کنیم. یعنی این که معتقد نیستیم فلانی جهنمی هست فلانی بهشتی هست، مگر کسانی که نص صریح در مورد اونها از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده باشه، که مانند مثلا عشره مبشره که ما میگیم که بهشتی هستن چون که در این زمینه نصی در واقع وارد شده، یا مثلا مانند ابو جهل و بقیه کسانی که بر کفر مردن و نصی در این زمینه وجود داره، ما میدونیم که اونها قطعا جهنمی هستند. اما افراد دیگر را که ظاهرا مسلمان هستند و با ایمان از دنیا رفتند، ما به هیچ عنوان نمیتونیم بگیم که این جهنمی هست یا بهشتی هست، زیرا ما نه از ایمانش خبر داریم و نه از کفرش خبر داریم و بهشت و جهنم یک چیزی هست که غیب هست و در علم ما نیست و در اختیار الله متعال است. چه بسا که الله متعال گناهکاری رو ببخشد، وارد بهشت به بهشت ببرد و انسان نیکوکاری رو الله متعال مؤاخذه بکند به خاطر یک سری گناهان دیگری که دارد، اون رو به جهنم بیاندازد. اما یک عقیده اهل سنت و الجماعت این است که کسانی که اهل توحید هستند، یعنی مسلمان هستند، ولو اینکه گناهکار باشند، نهایتشون ان شاء الله که بهشت است. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. لاک و رنگ ناخن دختری که زده باشد آیا نمازش درسته؟ اگر لاک به صورتی باشه که یک جرم خارجی داره، یعنی یک ماده‌ای هست که بر روی ناخن در واقع ناخن را میپوشاند و جرم دارد، این مانع صحت وضو و صحت غسل هست و در پی آن نماز خوندن هم جایز نیست. این نماز بخونن نمازشون قبول نیست. اما اگر منظور از لاک یک به صورت رنگی باشه که مانند حنا هست و جرمی اضافی رو نداره، در این صورت اشکال شرعی ندارند. اما اگر جرم و یک لایه‌ای هست که بر روی ناخن گذاشته میشود، در این صورت مانع صحت وضو و صحت غسل هست و نماز خواندن رو هم در واقع در چنین حالتی باطل هست. جزاکم الله خیر. برادر گرامی گفتن که یک نفر ایشون کار میکنه و 6 تا برادر دیگه کار نمیکنن و همون یک برادر که کار میکنن مخارجشون رو میده.
آیا وظیفه برادری کار میکنه اینه که اینها وظیفه برادری که کار میکنه این است که در حدی که میتواند به اونها احسان بکند. اگر کسانی هستند که نمیتوانند کار بکنند، خب به اونها و برادر بزرگتریشون هستند، خرج و نفقهشون بر برادر بزرگ لازم هست. این در صورتی که نمیتوانند کار بکنند و در واقع به سنی نرسیدند که بتوانند کار بکنند. اما اگر جوان هستند میتوانند کار بکنند، میتواند که اونها را بگید که من به شما خرج و مخارج نمیدهم، خودتون بروید کار بکنید. هیچ اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. یعنی میتواند افرادی رو که اهل کار هستند و در سن کار هستند میتواند که مجبورشون بکند که خودشون هم کار بکنند و در تامین هزینه زندگی خانواده باید شریک باشند. درست. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که ثبت نام ماشین میکنن از خود شرکت و پول رو به صورت نقدی پرداخت میکنن، بعد از چند مدتی ماشین رو میگیرن. حالا یا گرونتر میشه ماشین یا ارزانتر به حساب خودشونه. ولی این از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. عقد استثناء هست یا همون به سلام که پول را مقدما پرداخت میکند و کالا را بعدا تحویل میگیرد و احتمال دارد که در مدت این یکی دو ماه شاید که قیمت خودرو از اون چیزی که نقداً پرداخت کرده یک مقدار پایینتر باشد یا بیشتر باشد. یعنی قیمت امروز را، یعنی از شرکت خرید خودرو را، اما زمانی که تحویل میگیرد شاید یک مقدار قیمتش متفاوت باشد. هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و از نظر شرعی جایز است. جزاکم الله خیر. بیرونی بعضی از تاجیکستان بودن گفتن که پیامبر فرمودن که با هلال ماه روزه بگیرید و با هلال ماه افطار بکنید. گفتن چطور بفهمیم که الان ما هلال ما 29 روزه یا 30 روزه است؟ در مورد رؤیت هلال روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تصوموا حتی تروا الهلال ولا تفطروا حتی تروه فإن غم علیکم فاقدروا له. و در روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه اومده فإن غم علیکم فاکملوا عدة شعبان 30 که تا زمانی که هلال را ندیدید، یعنی هلال رمضان را ندیدید، روزه نگیرید. اون روز شک هست، روزه نگیرید و تا زمانی هم که هلال را ندیدید افطار نکنید، یعنی روزه را تمام نکنید، عید نکنید. و اگر در روز 29 یعنی 29 ماه رمضان بود، روز 29مش که فردا روی روز 30 ماه مبارک رمضان هست، الان باید برن نگاه بکنند اگر ماه رو دیدن پس بنابراین رمضان می شود 29 روز. یعنی از اول ماه نمیشه تعیین کرد که این ماه 29 روز هست یا 30 روز هست. روز 29 غروب 29 رفتن نگاه کردند هلال این فردا رو ندیدن، هلال ماه شوال رو ندیدن، یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن فقدروا له یا فاکملوا عدة، یا خود ماه مبارک رمضان رو هم که باید 30 روز کامل بکنند، هم شعبان رو و هم رمضان رو. اگر که ماه رو ندیدند پس فرداش هم 30 رمضان هست، باید که روزه بگیرند. اما اگر ماه رو دیدند و امروز 29 رمضان بود، فردا اول در واقع شوال و اول روز عید شمرده میشه. جزاکم الله خیر. بعد گفتن که پول در بانک گذاشتن و سود هم دریافت میکنم، آیا زکات داره همچین چیزی؟ سودی رو که از حسابی به ایشان میرسد، این سود رو باید به یک صورتی دفع بکنند. خوردن سود برای ایشون در واقع حرام هست، این یک مال حرامی هست که ایشون از این طریق به اون رسیدن و اصل مال را، زکاتش رو باید پرداخت بکنند و این قسمتی رو که به عنوان سود بر مال خودش اضافه شده این رو باید دفع بکنند به نیت این که از گناه سود خلاص بشوند و از شر سود خلاص بشوند و بقیه اموالش رو الله متعال نابود نکنند. این رو باید به یک فرد دیگر، فقیری در یک جایی که منافع عمومی مردم هست، در که عموم مردم از آن استفاده میکنن، در چنین جایی مصرف بکنند. جزاکم الله خیر. بعد گفتن که همسرشون روزه‌دار بودن و نمیدونستن که آدامس روزه باطل میکنه، آدامس جویدن اما آبش رو قرد نداده بیرون ریخته، روزش درسته؟ اگر که آدامس رو در دهان گذاشته جویده و یعنی این رو فرو نبرده آبش رو، از نظر شرعی روزش در واقع نشکسته، گرچه این عمل مکروهی است. نباید یعنی کاری رو که بدون مورد باشه و بدون نیاز باشه انسان انجام بده. چشیدن غذا به خاطر نیازی که وجود داره از نظر شرعی اشکالی نداره. اگر خانومی در حالت آشپزی هست و میخواد که نمک غذا رو بچشد، ببیند که در چه حدی هست، این به خاطر ضرورت جایز هست، اما بدون ضرورت چون این چیزی از نظر شرعی جایز نیست. اما تا زمانی که ایشون هم آب به اصطلاح دهانشون رو فرو نبردن، از نظر شرعی روزشون نشکسته و روزشون درست است. جزاکم الله خیر. بیننده برای گفتن با دختر تلفنی صحبت میکنن، هنوز نامزد نشدن، میخوان نامزد شون، اشکال داره یا نه؟
انسان باید اگر که در موردی که براشون ممکن هست از اطرافیان دختر تحقیق بکنن و خانواده خودشون رو بفرستند پیش خانواده این دختر یا از خانواده هایی که با این دختر ارتباط دارند آشنایی دارند، از این طریق از احوال و اوضاع و از چیزهایی که میخواد بهشون برسه از این طریق اطلاعاتی رو کسب بکنه و اگر میخواد که برای خواستگاری برود مستقیما برود پیش خانواده دختر، زیرا که خود دختر در این زمینه گرچه رضایت شرط است برای ازدواج اما تصمیم نهایی مال پدر و مادر هست و حتما باید ولی و سرپرست این دختر باید رضایت بدهد و بدون رضایت دختر ازدواج صحیح نیست. جزاکم الله خیر. خواهر گفتن که به شوهرشون قسم دارن که این کار انجام نده اما اون هم این کار انجام داده، آیا این قسم کفاره داره یا نه؟ از نظر شرعی انسان نباید قسم بخوره برای عمل دیگران، یعنی یک عادت بسیار زشتی هست که بعضی حتی از این فراتر زن طلاق هم میخورند که باید فلان کار رو انجام بدی، مهمانی میاد خونه به خاطر اینکه اکرامش بکنند بهش قسم میخورند که من قسم خوردم که باید فلان این چیز رو، این لیوان آب رو بخوری یا فلان غذا رو باید بخوری. این از نظر شرعی حرام هست و جایز نیست و تا جایی که ممکن هست اگر برادر مسلمان و خواهر مسلمانی قسم خورده که شما این کار رو انجام بدید، اگر براتون مقدور هست اون کار رو انجام بدهید تا جایی که ممکن هست، و زیرا که نباید نام الله متعال رو شما بازیچه خودتون و برای قسم خوردن و برای مجبور کردن کسی این رو به کار ببرید. اما اگر کسی این کار رو کرد تا جایی که براتون میسر هست این کار رو انجام بدهید تا زمانی که به اصطلاح گناه و معصیتی نباشد و اگر که انجام نداد این کفاره همون کفاره قسم هست که 10 مسکین رو غذا بدهد یا 10 مسکین رو لباس بدهد و اگر نتونست 3 روز به جایش روزه بگیرد. درست. تشکر از شما. توبه نسوح چه توبه‌ایه؟ نسوح یا از ماده نصح به معنی خالص است. توبه نسوح یعنی توبه خالصانه، توبه‌ای که حقیقی و واقعی باشه، از ته دل باشه، توبه نسوح میگن. این که جریانی رو تعریف میکنند که این نمیدونم کسی بوده اسمش نسوح بوده و کاری رو انجام داده دوباره توبه کرده، این یک افسانه هست و دروغ هست و واقعیتی رو نداره. توبه نسوح از ماده نصح هست که الله متعال دستور داده که توبه نسوح انجام بدیم، یعنی توبه خالصانه ای رو ما باید انجام بدیم و توبه خالص و توبه واقعی اون است که چندین شرط رو داشته باشه، 3 شرط یا شرط 4می که متعلق به حقوق بندگان هست. شرط اولش این است که از گذشته خودش پشیمان بشود، یعنی کاملا بله از گذشته پشیمان بشود و فعلا از گناه دست بکشد، این شرط دومش هست و شرط سوم این است که تصمیم بگیرد که در آینده این گناه را تکرار نکند و اگر حق کسی رو خورده حق مردم را به اون بازگرداند یا از اون حلالی طلب بکند. اگر این 4 شرط در توبه بود این توبه نسوح و توبه خالصانه است. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. تشکر میکنم از شما. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ليزيل الحيرة من أمري، هنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر، نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر.